ابوالقاسم حسین بن عبدالله رازی یکی از بزرگترین دانشمندان ایرانی قرن نهم میلادی بود. او در شهر ری به دنیا آمد و در پزشکی، شیمی و فلسفه تحولی بزرگ ایجاد کرد. رازی در بغداد تحصیل کرد و در پزشکی روش‌های تجربی و علمی را پایه‌گذاری کرد. او نخستین کسی بود که از الکل در درمان بیماری‌ها استفاده کرد و در درمان بیماری‌هایی مثل آبله و سرخک روش‌های نوینی معرفی کرد. مهمترین اثر او کتاب الحاوی یکی از جامع ترین و معتبرترین منابع پزشکی دوران خود بود. رازی همچنین به عنوان پدر شیمی شناخته می شود. او در شیمی نیز پیشگام بود و فرآیندهای نوینی مانند استخراج الکل از مواد مختلف را کشف کرد. رازی به جای تکیه بر تئوری‌های قدیمی بر اساس آزمایش‌های دقیق علمی کار می‌کرد. رازی به انسانیت و اخلاق پزشکی اهمیت زیادی میداد و معتقد بود که پزشکان باید به کرامت انسانی بیماران احترام بگذارند. او در سال 925 میلادی در بغداد درگذشت، اما آثارش تا سالها پس از مرگش در جهان اسلام با اروپا مورد استفاده قرار گرفت. رازی با کشفیات و نظریاتش نه تنها در دنیای اسلام بلکه در دنیای غرب نیز تأثیرات عظیمی گذاشت و همچنان به عنوان یکی از بزرگترین پیشگامان علم پزشکی و شیمی شناخته می شود. امروز بیش از 1000 سال از مرگ او می‌گذرد، ولی آثار و دستاوردهای علمیش همچنان در دنیای علم باقی مانده است. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال معماران اندیشه را دنبال کنید.